د خیمو بغل ته دغه رقم واوره، دغه رقم دوستان واوره ته پرته ده. خانه کسی زمستان از کورتی چیز نداریم، کل چیزای مرسل وجود نداریم، چیزی نداریم. دوستانو سلامونه و درنښت. په دغه رقم نازک خیمو کې په دغه ژمي کې دا کورنۍ دلته اوسیږي او شاوخوا هم واوره ورته پرته ده. کسی هسته؟ بله آسد. کسی هست؟ آسد. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام خوب. بخیر هستی؟ بخیر. خیر و خیر. بخیر هستی؟ خیرتی است. بخیر هستن. چیزی را آتش چیزی را روشن نکرد؟ خنک نیست خیلی؟ والا خنک است آیسته دیگه چیزی روشن نکنیم، چیزی بخص مواد سوخت گپا نداریم دیگه، کل چیزی خیمه می‌بینی کلش به سرپناست دیگه، نه بخاری است نه مواد سوخت آیسته. این چیز نداره. نه آجل ما برای چی کمکی چی را امرایتان بکنه؟ تو دیگه خداوند تو کم نکنه دیگه، چوب امرای ما کمک کنی، بخاری اگه باشد بهتر است دیگه، کالا و لباس گپا اگه کلاه و جراب و چیزا، جمپر و جراب گپا بوت گپا آزنده باشه. اشتکا اینجا خنک نمیخوره؟ والا خب مجبور هستیم دیگه اونجا خانه رو. اشتکا هست؟ اشتکا هست دیگه، خانه کلش مادر. سلام علیکم مادر. خوب هستین؟ سلام خوب؟ بخیر هستین؟ سلامت باش. داری دوستان تاسف بالا ورتو بیار همون چوب بشه بیار. ام دیگه لباسای پردا چیز میکنیم، توزیع میکنیم. ما خبر شدیم که مادرت مریض است، حال احوالش چطور است؟ صحتش حالش خوب است. خوب است. کم ذره گرمش نگاه کنین که حال خبر شده. دیکور که دوستان مور مریض است، خدای پاک عجل شفا ورته ورکړي. با من خدا بخیر باشه. با من د خیمو بغل ته دغه رقم واوره، دغه رقم دوستان واوره ته پرته ده. په دې کور کې یو مریض دی. کسی هست؟ بچم تو بیا یک دفعه. سلام علیکم بچم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلام دختره خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چرا چیزی نمیپوشی؟ خب مریض میشی. خانه کسی زمستان از کورتی چیز نداریم، کل چیزای مرسل وجود نداریم، چیزی نداریم. هیچ چیز نداری؟ پدر ما مریض بستر از ولایت. ما خبر شدم بچه. خیلی خنک است. خیلی تو ببین ما همین یعنی کورتی را پوشیدیم خیلی خنک است. خب حالی هم چیز خیمه تا نگرم کنین. خوب بچه خیمه تا نگرم کنین برای پرده کلی چیزا را ما برات میاریم. خب همینجا تیار آوردیم ان شاء الله تنظیمش می. خدا بزرگ است که خداوند جل جلاله پدرت شفای عاجل بده. خب ما کم ذره پیسه هم برات میتونم باز برای پدر چیز کو، برای پدرت یا روان کو، برای دست یک کسی به پدرت روان کو. خب و یا چیز کو که پدرت آمد باز برش بیتی که برای خود دوا بخره. خب بچه ایره باز برش مادر خوار امی پول امیر بخیر باش، امی پول بیگی باز چیز کو برای شوهرت دوا بخره. خب بخیر باش سلامت. خوار ما پردا کلگی چیزا رو براتون تنظیم میکنیم. خب با مان خدا. همون چوبش بیاره، چوبش بیاره. بیا بچم صبر کن، همین چوبم برات آوردم. حال دستی همین خیمه رو گرم کن. خب صحیح شد. با مان خدا. کسی هست؟ سلام. سلام کاکا جان. خوب هستین؟ سلام. بخیر هستین؟ خیر خیرت. سلام. از مریضتان خبر شد؟ خانومت مریض. خدا شفای عاجل بده. مریض تن دیگه خب بیخی دیگه خود آدم مریض میشه. چرا یک چوبه چی؟ یک چوب از کجا میشه؟ چی از کجا میشه؟ غریبی از کل خوشی فیل برد دیگه برد. یه چیز نیست که استفاده کنیم. مریضا کلی نمیه یک شو وشتوک مریض، یک شو سیاست مریض، یک شو هر کس مریض. خدا شفای عاجل بده. ان شاء الله غمی کلی چیزا رو خورده زنده داشته باشه که تو خودی زنده باشه. فقط باور پرسی. نه بس صحیح. ما خبر شدیم کاکایی که نماینده ما هست اینجا، اما برای ما گفت که در بیشتر از 30 فامیل گفت چیز از مریض داره دیگه. امور حالی آمدم که ما گفتم یک اول پرسی تا انشالله به نصفش پرده و به نصف فامیلای پس پرده کم کار توضیح میکنیم انشالله. صحیح. همین چوب بشه بیان ولی عجل با خواهر ما چیز کو، همین چیز برش گرم کن. بیا بچه من میره کلچی بیشی.
عجل هم خیلی تا نگرم کنی که مادر ما گرم شاه. خب با من خدا کاکا بخیر بخیر سلامت باش کاکا بخیر باش. دغه هری خیمه ته چوارسی یو نفر خو اتمن پکښ مریض دی. په ځینې خیمو کې 2 او 3 په هر څو نفر یې ټوله پکښ مریضان دي. هغه سپینږیري بابا هم ویل چې په دغه کور کې 2 ماشومان مریضان و چې ډاکټر ته وی د کړي. کسی هسته؟ سلام علیکم خواهر. خوب هستین ساعتان خوب؟ خب چطور از زمستان چطور است خواهر؟ زمستان به خدا یخ است دیگه ما هیچ نداریم دیگه. حالی کمکی چی بکنیم خواهرم رایتان؟ شروع چاری هر چیز که باشه دیگه ما هیچ چیز نداریم ما خدا هر چیز ضرورت داریم. خب خداوند جل جلاله به مریضه شفای عاجل نصیب کنه. فردا انشالله کل کی چیزا براتون تنظیم میکنم. خب مادر؟ بیار. همه چوباره برش بیار. امیر علی دستی تا وقتی که اولادای مریضت میرسه امیر چیز روش گرم کن. امیر کمر برش گرم کن. زود کن. با من خدا مادر جان. با من خدا.